چند سال پیش رفیقی داشتم که تمام زندگیش خلاصه میشد توی ماشینش. با هزار بدبختی، وام، قرض و قسط یه ماشین مدل بالا خرید. تو اینستاگرامش که میرفتی انگار پادشاه بود. همش عکس فرمون، کیلومتر شمار، استوریای لاکچری. یه روز باهاش رفتم بیرون. وسط راه ماشینش صدای ناجوری داد. گفتم چرا نمیبری تعمیرگاه؟ یه پک عمیق به سیگارش زد و یه صدای خسته گفت پول ندارم روغنشو عوض کنم، چه برسه به تعمیر موتور. اون لحظه یه حقیقت وحشتناک مثل سیلی خورد تو صورتم. اون ماشین سوار رفیق من نشده بود. اون ماشین داشت رفیق منو میخورد. اون شده بود برده یه تیکه آهن. اما داستان فقط راجع به اون نیست. داستان راجع به همه ماست. راجع به مایی که یاد گرفتیم با سیلی صورتمون رو سرخ نگه داریم، حتی اگه از تو پوسیده باشیم. امروز نمیخوام نصیحت کنم. میخوام کالبد چکافی کنم که چطور تبدیل شدیم به عروسکایی که نخمون دست ترسامونن. تا حالا دقت کردید ما ایرانی‌ها چطوری زندگی میکنیم؟ مثل یه گله که چششو بسته و فقط به صدای زنگوله نفر جلویی گوش میکنه. روانشناسی به این میگه رفتار گله‌ای. یه شایعه میاد که بنزین گرون میشه، نصف شب هزاران ماشین تو صف پمپ بنزینن. چرا؟ چون همه رفتن. بورس سبز میشه، همه خونه و زندگی رو میفروشن و میرن تو بورس. بورس قرمز میشه، همه تو صف فروشن. ما اصلا فکر نمی‌کنیم که آیا من به این نیاز دارم؟ آیا این تصمیم منطقیه؟ نه. تنها منطق ما اینه: نکنه بقیه ببرن و من عقب بمونم. ما دچار یه ترس تاریخی شدیم. ترس از اینکه نکنه کلا سرم بره. اما طنز تلخ ماجرا اینجاست. دقیقاً وقتی که مثل گوسفند دنبال جمعیت راه میافتیم، همون لحظه‌ایه که کلا میره سرمون. ما شدیم عروسکای خیمه شب بازی که بازار، دلالا و موجسازا نخمون رو میکشن. اونا دستشون رو میارن راست، ما میدویم راست. میارن چپ، میدویم چپ. دردناکترین بخشش اینجاست. وقتی جمعیت داره میره سمت چاه، ما هم هول میدیم که زودتر بیفتیم تو چاه، فقط برای اینکه اول باشیم. اما بیاد عمیق‌تر. چرا ما اینجوری شدیم؟ چرا فرهنگ ما انقدر رقابتی، خشن و پر از زیرآبزنیه؟ ریشه علمی ماجرا برمیگرده به سال 1944، جایی که 2 نابغه ریاضی تو نظریه بازی‌ها مفهومی رو معرفی کردن به اسم بازی با حاصل جمع صفر. حرفشون چی بود؟ خیلی ساده است. تو این بازی سود من دقیقاً مساوی با ضرر توئه، مثل بازی پوکر. اگه من $100 ببرم، یعنی بقیه دور میز دقیقاً $100 باختن. تو ذهنیت ایرانی زندگی مثل یک کیکه که اگه من یه تیکه بزرگتری بردارم، قطعاً به تو تیکه کوچیکتری میرسه. منابع محدودن و هیچ چیز جدیدی خلق نمیشه. برای همین موفقیت دیگران رو تهدیدی برای خودمون میبینیم. چون فکر میکنیم مخزن شادی و پول تو دنیا محدوده. اگه پسر خالت ماشین خرید، انگار یه ماشین از سهم تو کم شده. این فرهنگ رقابتی یه ترومای جمعیه. ما یاد گرفتیم اگه الان سهممون از کیک بر نداریم، فردا گشنه میمونیم. این رقابت برای پیشرفت نیست، رقابت برای زنده موندنه. حالا وقتی با این ذهنیت حاصل جمع صفر که یا برنده یا بازنده به دنیا نگاه کنی، دچار یه توهم خطرناک میشی به اسم اثر نورافکن. چون فکر میکنی وسط یه میدون جنگ گلادیاتوری هستیم که شکست من یعنی پیروزی بقیه. توهم میزنیم که همه تماشاچی‌ها زوم کردن رو ما تا ما رو ببینن. جامعه به ما دیکته کرده اگه دیده نشی خورده میشی. پس ما چی کار میکنیم؟ وارد مسابقه‌ای میشیم که توش با جیب خالی پوز عالی میدیم. طرف حاضر زیر بار قسط 18% له بشه، نون شب نداشته باشه، اما گوشیش آیفون باشه. چرا؟ چون میترسه یه گوشیش معمولی باشه تو این بازی بیره بازنده به نظر بیاد و بقیه حذفش کنن. ولی بذارید خیالتون رو راحت کنم. مردم انقدر درگیر بدبختی‌ها و جنگ بقای خودشونن که اصلا شما رو نمیبینن. ما داریم خودمون رو ورشکست میکنیم تا تحسین آدمایی رو بخریم که حتی اسممون هم درست یادشون نیست. شاید با خودتون بگید خب ما ایرانی‌ها همینیم دیگه، درست نمیشیم، ژن ما اینطوریه. اما بذارید جوابتون رو بدم. فرهنگ سرنوشت نیست. فرهنگ نرم افزار جامعه است، نه سخت افزارش. نرم افزار رو میشه آپدیت کرد. تو همون نظریه بازی‌ها، ریاضیدانا بعداً فهمیدن که بازی حاصل جمع صفر، همون که من ببرم و تو ببازی، بدترین و احمقانه ترین استراتژی برای بقای طولانی مدته. اونا یه حالت دیگه‌ای کشف کردن به اسم بازی با حاصل جمع غیر صفر. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست سر یه تیکه کیک همدیگه رو تیکه پاره کنیم. اگه جای جنگیدن همکاری کنیم، میتونیم آرد و شکر بذاریم وسط و یه کیک جدید بپزیم. اینطوری سهم هر دوتامون هم بیشتر میشه. علم ثابت کرده که همکاری یه کار اخلاقی یا خیریه نیست، بلکه سودآورترین استراتژی ریاضی برای خودتونه. وقتی تو خیابون راه میدی به یکی دیگه، ترافیک روونتر میشه و خودت زودتر میرسی. وقتی زیرا به همکارتون نمیزنی و تیم میشید، شرکت سود میکنه و حقوق تو هم بالاتر میره. ما باید این با یه نرم افزاری مغزمون رو آپدیت کنیم. موفقیت بقیه دزدی از جیب تو نیست، بلکه نشونه اینه که میشه کیک‌های بیشتری پخت. فهمیدن این که من عروسک بودم که داشتم با ذهنیت قحطی با بقیه میجنگیدم دردناکه.
اما همون لحظه‌ای که میفهمی یه نمایشه، همون لحظه آزادیه. آزادی یعنی اینکه وایسی جمعیت رو نگاه کنی که دارن سر همدیگه رو له میکنن و تو یه لبخند بزنی و راه خودتو بری. آزادی یعنی بدونی که میشه برنده بود بدون اینکه کسی رو بازنده کنی. نخار و قیچی کن رفیق، بذار بقیه فکری میخوام بکنن. ما مجبور نیستیم میراثدار ترسای گذشتگانمون باشیم. ما میتونیم نسلی باشیم که این زنجیر رو پاره میکنه و قاعده بازی رو عوض میکنه. انتخاب با توئه. گلادیاتور این سیرک میمونی یا بازیکن هوشمندی که بازی رو عوض میکنه.